از این لحظه بازی تاتنهام و منچستر یونایتد آغاز میشه. توپو نگه میداره عقب‌تر برای بیسوما، پشت محوطه جریمه پدرو پورو، این شوت دیجانی حالا در ریباند و توی دروازه. آفساید هم فعلا خبری نیست ازش. گل اول برای تاتنهام توسط سولانکه. دروازه یونایتد باز شد و دومینیک سولانکه توپو درون دروازه بایندیر قرار داد. تصویر است نشون خواهد داد که آفسایدی در کار بوده یا نه. این لحظه است که پدرو پورو روی پاس بیسوما ضربه خودش رو زد. نه، آفساید نبود، اصلا آفساید نبود و گل اول بازی رو تاتنهامی ها درون دروازه یونایتد قرار دادند. کوتاه میزنن ضربه خطا رو بازیکنان تاتنهام. کولوسفسکی کار عالی و این ضربه که بسیار خوب واکنش نشون میده بایندیر و دروازه منچستر رو نجات داد. ضربه ای که تاتنهامی ها از پشت محوطه جریمه به سمت دروازه بایندیر زدن، دفع ناقص او باعث شد توپ روی ریباند در مقابله سولانکه بیفته، او هم در نهایت دروازه رو باز کنه. همین ابتدای کار و توی دروازه گل دوم میزنه تاتنهام. اشتباهات خط دفاعی یونایتد در این بازی بلای جانشون بوده تا بدین جای کار. هنوز نفسشون چاق نشده بود در نیمه دوم. دروازهشون یه بار دیگه هم باز میشه. آفساید هم نبود لحظه ای که سون به توپ رسید. این دفعه ناقصه بسیار بعد از مارتینز، دقیقا مصداق یک پاس گل بود برای دژان کولوسفسکی و او هم دروازه رو به زیبایی باز کرد با ضربه دقیق. با این اشتباه عجیب مدافع آرژانتینی منچستر حالا گل دوم رو دریافت کرد. خیلی راحت یه فرصت دوباره برای سولانکه، یه موقعیت عالی داخل محوطه یه جریمه. سولانکه و گل سوم. گل سوم رو هم میزنه تاتنهام. تیر خلاص بر پیکر منچستر یونایتد با ضربه دومینیک سولانکه بریس کرد و گل سوم تیمشو به ثمر میرسونه. تکرار نتیجه‌ای که در اولترافورد و در لیگ برتر تاتنهامی ها رقم زدند، این بار در ورزشگاه خانگی و در رقابت‌های جام اتحادیه هم تکرار شد. ضربه عالی و تسلیم بایندیر برای بار سوم در برابر حملات تیم فوتبال تاتنهام. این بار هم سولانکه ضربه خیلی خوبی رو به سمت دروازه روونه کرد و حساب کار 3-0. اوگارته دوباره برونو فرناندز برای دالوت، ارسال روی دروازه، یه موقعیت و ضربه سر زیرکسی، اما عمل کرده بهتری داشت درون دروازه‌اش. یه اشتباه عجیب و حالا گل اول. گل اول برای یونایتد با اشتباه مبتدیانه فورستر. بلافاصله یه پاس گل بسیار خوب و ایدئال رو به منچستری ها میده. چه اشتباه بدی. تا در خط حمله وضعیت براش بهتر بشه. چه اشتباهی، چه اشتباهی و چه گلی میزنه دیالو. یکی جلوی این فورستر رو بگیره در تیم تاتنهام. چهره آقای پوستکوغلو خودش همه چیزو میگه در این لحظه. باورش نمیشه که دروازه‌بان تیمش داره دستی دستی تیمش رو حذف میکنه از رقابت‌های جام اتحادیه. چه کاری بود اصلا این پاسو رو به عقب ارسال بکنه آرچی گری و این اشتباه عجیب، واقعا عجیب، مثل یک بازیکن مبتدی
باعث شد تا دروازه تاتنهام برای بار دوم باز بشه. گارناچو رو به جای اوگارته وارد بازی کرد روبن آموریم. حالا فرصت دوباره برای منچستری ها. خود گارناچو پشت محوطه جریمه، پاس برای برونو فرناندز، شوت زن، یه پاس عالی. گل سوم منچستر میتونه بزنه و ضربه که از کنار دروازه به بیرون زد مزروعی. نتیجه 3-2 به نفع تاتنهام هست. ارسال کورنر روی دروازه، یه اشتباه و گل چهارم. گل چهارم برای تاتنهام. این دیگه تیر خلاصه. این دیگه تیر خلاصه برای منچستر یونایتد. شب فاجعه بار دروازه‌بانان دو تیم در این بازی تکمیل میشه. به شدت اعتقاد داره که روش خطا شده بایندیر. این لحظه ایه که دیگه روی دستش در واقع بروال خطا کرده. صحنه مشکوکیه که بر صورت داور باید روش تصمیم بگیره. یه لحظه اشتباه و گل سوم. گل سوم منچستر میزنه. چه بازی شد. گل سوم یونایتد به نظر رسید ایوانس گلو به ثمر رسونده. ارسالی که بدین صورت درون دروازه با گل به خودی بیسوما قرار گرفت. زنجیره اشتباهات بازیکنان دو تیم در این بازی تمومی نداره. این بار بیسوما یادش رفت انگار مقابل دروازه خودشون داره ضربه سر میزنه. ضربه بلندش باید روی دروازه تاتنهام آخرین فرصت منچستری ها رو رقم بزنه. این هم سوت پایان بازی. سوت پایان بازی. جدال پرگل، جذاب و تماشایی یونایتد و تاتنهام. برتری 4-3 برای میزبان و حذف یونایتد و روبن آموریم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.